من به این نتیجه رسیدم که ابزاری که در دست شما هست تأثیر زیادی رو این که چطور فکر میکنید و چه چیزی رو مایلید تولید کنید داره. مثلا این قطعه هست به اسم نوایی نوایی که من اگه بخوام با تنبور بزنمش ناخودآگاه به این سمت میرم که بگم طبیبا میاسامیان دو گیتی کسی که میان دو منزل نشینه نوایی 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 نمیشه میان من و یار جدایی نمیشه. ولی همین قطعه رو اگه ببریم روی یک ساز دیگه مناسبات دیگه ای رو دیکته میکنه. مثلا نوایی 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 جوانی بگذرد تو قدرش ندانی به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه درگه نشیند که از گریم ناقه درگه نشیند. مثلا یه همچین چیزی. این مثال ساز به نظر من یکی از مثالهای خیلی جالب در مورد اشاره به سوشال کانستراکت ها یا همون برساخته های اجتماعیه. یعنی دو تا ساز متفاوت که از دو خطه متفاوت بیرون اومدن دو تا حال موسیقی متفاوت ایجاد میکنن طبیعتاً، و به خودی خود شما نمیتونی بیای بگی کدوم ساز بهتره یا کدوم موسیقی بهتره یا کدوم بدتره. ولی مفهوم اجتماعی این دو پدیده باعث میشه که شما کاملا توجیه باشید که وقتی میخواید میهمانانتون رو سرگرم کنید باید نگاه کنید ببینید میهمانانتون چای مینوشند یا قهوه. اگه چای مینوشند مورد اول و اگر قهوه مورد دوم براشون جذابتر خواهد بود. یه مثال دیگه این داستان هم همین چای و قهوه است و واقعا یه نقطه تواضع برانگیزیه زمانی که به رفتار خودت نگاه میکنی و به کردار خودت نگاه میکنی و میبینی که چقدرش اداست تلاش برای هویت یابی از طریق یک سری چیزهایی که واقعا اون هویت رو ممکنه به شما ندن.